بزن. توی جایی که حالا دیواره هست، مثل اینجا که حالا کلن یک ضرب سنگ یک دستی هست، اگر شما بخواین این رولبوت رو بذارین، حالا گفتیم طبق روش زاویه کاری، وقتی شما به سنگ ریشه یا سنگ دوربسته برخورد میکنین، اینو باید حالت زاویه کاری کاری بکنین. بعد گفتیم که اگه میشه تا اونجایی که میشه روی این رولبوت رو سنگ سنگین قرار بدین تا این حدود فشار 30 الی 40 تونی که این قلم ایجاد میکنه داخل کار حفظ بشه. یه روش خیلی تکنیک خیلی خاصی هست که این بچه ها اینجا انجام میدن. این پایین رولبوت رو 2 سوراخ میزنن. این 2 سوراخ رو میان داخلش 2 شاف قرار میدن و این 2 شاف حالت مثل خارمانن یه سکومانه ایجاد میکنه که این سنگو میتونن روی این بچینن و بیاد بالا که این کمک کنه این رولبوت اونجا که میشه این فشار رو حفظ کنه. این یه تکنیک خیلی خوب و آسونیه. خب نگاه کنید اینجا الان این شده تکیهگاه این سنگا و این سنگا رو روی کار قرار دادم و این حالت دیواره میتونین روی رولبوتتون چیز کنید. توی این حالت فقط حواستون باشه که سیم قلم بریده نشه. ببینید این رولبوت کلا سنگ وزن سنگ روش گرفته و این 2 خارم اجازه نمیده که این سنگ ها بیفته. یه روشی هست که شما میتونین کیفیت تخریبتون رو خیلی بیشتر و قوی تر بکنید.